سلام، روز همگی بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. نوجوایی هستم از بایوزیست. امروز میخوام در مورد آزمون و دکترای وزارت بهداشت رشته بیوتکنولوژی پزشکی باهاتون صحبت کنم و تجربه های خودم رو تو این حوزه باهاتون به اشتراک بذارم. امیدوارم که براتون مناسب باشه. اول یه معرفی کوتاهی بکنم. من کارشناسی ارشدم و رشته بیوشیمی خوندم دانشگاه تهران وزارت علوم. کارشناسیم و بیوتکنولوژی خوندم دوباره دانشگاه تهران و برای آزمون وزارت بهداشت دکترا آماده می شدم و الان هم دانشجوی دکترای وزارت بهداشت هستم با رتبه 6. حالا میخوام در مورد خود آزمون، نحوه ورود به آزمون و غیره باهاتون صحبت بکنم. که شما قطعا تصمیم گرفتی دکترا بخونی، دلایلت رو میدونی، موجه برات و روی این تصمیمت مصممی. این خیلی مهمه چون دکترا واقعا مثل یه لایف استایل میمونه و اصلا نمیشه صرف اینکه مراحل تحصیلی داریم پشت سر هم میگذرونیم بریم دکترا. من خودم 4 سال وقفه انداختم، کامل به این نتیجه رسیدم که میخوام دکترا بخونم و بعد شرکت کردم. این خیلی مهمه. نکته اول. نکته دوم اینه که حالا اگه میخوایم شرکت بکنیم با توجه به علاقمون، آینده‌ای که برای خودمون پیش بینی کردیم، مسیری که قراره بریم، محصولی که میخوایم تولید بکنیم، میخوایم وزارت علوم بخونیم یا وزارت بهداشت. که قبلا هم گفتم اگه مثلا بخوایم تو حوزه میکروبی کار بکنین، تو حوزه دریایی، گیاهی و جانوری حتی تا حدی بخوایم فعالیت بکنید، وزارت علوم براش گرایش داره. مثلا ما بیوتکنولوژی میکروبی رو توی وزارت علوم داریم. ولی اگه بخواید تو حوزه پزشکی فعالیت بکنید، دارویی، مهندسی بافت، اینا میان توی زیرمجموعه وزارت بهداشت و بعد کنکور وزارت بهداشت رو بدید. حالا اینکه چه تفاوت‌هایی بین این دو تا وزارت هست، من علوم برم یا بهداشت و غیره رو بذاریم یه جای دیگه کامل در موردش صحبت بکنیم. ولی من فرضم روی میذارم که خب الان تصمیم گرفتین که دکترا بخونید و تصمیم گرفتین که وزارت بهداشت بخونید و حالا میخوایم بریم ببینیم که این به چه صورت. خب تو قدم اول کاری که باید بکنید اینه که بریم توی سایت سازمان سنجش بهداشت و اطلاعیه هایی که در مورد رشته شما وجود داره رو مطالعه بکنید. بریم بخش دکترای تخصصیش اطلاعیه وجود داره برای اینکه مثلا گرایش های مختلف رو نوشته، هر گرایش رو دقیقاً نوشته که چه سرفصل هایی رو توی آزمون قرار ازش سوال پرسیده بشه، با چه تعداد سوالایی و چه ضرایبی. این موضوع بسیار بسیار مهمه که شما چه سرفصل هایی رو باید مطالعه کنید، ضریبشون چقدره و چقدر ازشون سوال میاد. چرا میگم مهمه؟ چون قاعدتا همه ما یک زمان خیلی زیادی برای آزمون دکترا نداریم و مثلا دیگه حد اکثرش 1 سال دیگه که میتونه کمتر هم باشه. برای خود من فکر کنم 7 ماه بود فقط و خب توی این مدت زمان کم باید همه این محتواها رو جمع جور کنیم. بنابراین باید یه اولویت دهی به مطالعه‌مون بدیم که این اولویت دهیمون باید بر اساس ضرایب اون درس ها و تعداد سوالاتشون. اونطوری که میدونیم توی درس بیوتکنولوژی پزشکی ما 3 تا درس داریم. یه دونه سلول مولکولی، یه دونه بیوشیمیه و یه دونه زبانه. یه درس دیگه هم قبلا بود جیمت که اون حذف شده، یعنی از سال ما که 1402 بودیم حذف شده. خب این 3 درس رو باید بخونیم. اول یه نکته راجع به سلول مولکولی بهتون بگم. سلول مولکولی توی سرفصل‌ها فقط خود درس سلول مولکولی نوشته شده، ولی در اصل شما علاوه بر کتاب لودیش باید کتاب مهندسی ژنتیک براون و فیزیولوژی سلولی یا جانوری هم یه مقداری داخلش بخونید. یعنی صرفاً بسنده نکنید به همون کتاب لودیشی که میخونید. منابع کم هم که مشخصه، خب کتاب لودیش، مهندسی ژنتیک براون و تا حدی فیزیولوژی سلولی. اینو در کنار این داشته باشید. این کتابی هم که حالا من به عنوان تست ازش استفاده کردم که بعدا براتون کامل توضیح میدم، آیکیوبی دکتر خلیلی بود. گزینه دوم میرسیم به درس زبان. درس زبان خب
بهترین پیشنهاد براش اینه که تست بزنید و تست های سالهای گذشته رو چند بار بزنید، مخصوصا متناشون و متنها تا حدی مشابه همدیگه هستن. در حین این که دارین تست میزنید لغات جدیدی که براتون پیدا میشه رو توی دفترچه کوچیک بنویسید، اونو هر روز با خودتون مرور کنید یا مثلا توی جعبه لایتنر بنویسید و مرور کنید. سال ما اینطوری بودش که علاوه بر درس زبان به جای اون جیمتی که حذف شده بود یه بخش دیگه اضافه شد به اسم زبان تخصصی. یعنی مثلا از درس بیوشیمی و سلولی مولکولی برداشته بودن یه بخش هایی رو به صورت انگلیسی تخصصی ازمون سوال پرسیده بودن. یعنی انگار که ما اون دانش بیوشیمی و سلولی رو که خب داشتیم چون برای کنکور خونده بودیم، حالا به یه زبان دیگه اونا رو آزمون میدادیم که حالا خیلی هم سخت نبود، ولی به هر حال یه چیز جدیدی بود که ما تو آزمون باهاش مواجه شدیم. یعنی یه زبان عمومی داشتیم، یه زبان تخصصی. گرامر سال ما نبود ولی تمام سالهای قبل ما بود و ممکنه سال شما باشه. نمیدونم میخوان حذف کنن یا حذف نکنن، ولی پیشنهاد من اینه که خیلی براش وقت نذارید. من خودم 2 هفته آخر بود که روی گرامر یه ذره وقت گذاشتم، یه جزوه‌ای پیدا کردم و خوندمش، چون هر سال سوالات گرامر عین همه و فقط چند تا قاعده است همون داره تکرار میشه. یعنی میشه مثلا با یه جزوه ساده‌ای که حالا پیدا بکنین با مثلا سوالای سالهای گذشته گرامر زبان رو پوشش بدین. این از زبان. واسه بیوشیمی که خب بخش خیلی سنگین ماجرا هستش و برای خود من خیلی خوندن بیوشیمی سخت بود. میزان حفظی بودنش بسیار بالاست، مخصوصا بخش بیوشیمی بالینی، حالا واکنش ها و اینا یه طرف، بخش آنزیم ها، هر کدوم از این آنزیم ها باعث ایجاد چه نوع بیماری میشن، چیکار میکنن و نبودنشون چی میشه، چرخه های مختلف، کربس و متابولیسم لیپیدها و اسیدهای آمینه و غیره. خب بیوشیمی واقعا سخته و مثلا اون نکته‌ای که بهتون گفتم اولویت بندی کنید، خب من تو اولویت بندی بیوشیمی رو آخر گذاشته بودم، چون همونطور که میدونید ضرایب درس‌ها تو بیوتکنولوژی پزشکی به این صورته: یک سلولی مولکولی ضریب 5 داره با 60 تا سوال، زبان ضریب 3 داره با 30 تا سوال و بیوشیمی هم ضریب 3 داره با 40 تا سوال. یعنی ضرایب بیوشیمی و زبان با هم برابره، میزان سوالای بیوشیمی بیشتر. بنابراین بر اساس توانمندی که دارین یه تقسیم بندی حالا بین این درس‌ها خودتون بر خودتون انجام بدین. من کاری که کردم اولویتم رو واقعیتش سلول مولکولی گذاشتم، بیوشیمی نذاشتم چون خیلی حفظیاتش زیاد بود و خب من خیلی آدم حفظی نیستم، بیشتر مفهومی بودم. این بستگی به شما داره. اگه آدم حفظی هستین و بیوشیمی براتون آسونه، شاید مثلا بیس بیوشیمی داشتین، میتونید روی بیوشیمی وقت زیادی بذارین، چون قطعاً بیوشیمی درسیه که خیلی‌ها مثل منن و زمان کمتری روش میزنن به نسبت اینکه سخته. واسه همین اگه شما درصد خوبی توش بیارین واسهتون خیلی میتونه بهتر باشه. اینم از بیوشیمی.